این دختر داشت بازی میکرد در حالی که برادرش داشت یه مسئله ریاضی سخت رو حل میکرد. فقط یه لحظه چشمای دختر اتفاقی به مسئله افتاد و بدون فکر کردن جواب درست مسئله رو به برادرش گفت. برادرش فکر کرد حتما خواهرش همینطوری عدد شانسی گفته، اما وقتی خودش هم مسئله رو حل کرد جواب دقیقاً همونی بود که خواهرش گفته بود. ولی این غیر ممکنه، چون خواهرش تازه کلاس اوله و فقط خوندن اعداد رو یاد گرفته. پس برادرش این بار یه مسئله حتی سخت‌تر روی تخته می‌نویسه و به خواهرش میده تا حلش کنه. وقتی دختر دوباره به اعداد روی تخت سیاه نگاه میکنه انگار اعداد زنده میشن و دوباره دختر فقط توی چند ثانیه جواب درست رو به برادرش میگه. بعد از اینکه برادرش متوجه میشه این بارم جواب درسته، کاملا مطمئن میشه که حتما خواهرش یه نابغه ریاضیه و با ذوق کل خانواده‌شو جمع میکنه و ماجرا رو براشون تعریف میکنه. و فقط چند روز بعد مشخص میشه دختر باهوشترین دختر کل کرجه.